یک زنی نمازخونی سیاه پوسته به حیایی به آدابی شوهرش حرمت میکند، عائله را آباد کرده است، با بچت ساخته است، دخترک کرده است، خانه تا نان و مهمان تا جواب میگوید، به آداب و کوچگرد نیست. بهتر است از زنی ماهروی سفید پوستی بی ادب. بی ادب، بی دین و بی دیانت. شما این را فکر بکنید. برای می رسول الله گفتن خیرو لنطفکو، تو اختیار کنید برای نطفه و قطره آب، تو شما خوب جستجو کنید و اختیار کنید. هر کی را دیدی در کوچه نگیر بیارش کی، گویا بعضی را میاری قطیش ملائکه میآیه، بعضی را میاریش قطیش شیطان میآیه. بعضی کلین را میارن که او خونه در